سرخط مهمترین خبرها: تاجیکستان بیش از 100 زن و کودک را از سوریه برگرداند. احوال 8 زخمی ترکش در بازار 5 را وزنین گفتند و شکایت کشاورزان تاجیک از نرسیدن آب. درود بینندگان عزیز و هفته نوتان بخیر باشد. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 22 می سال 2023 است. شام گذشته ده زن و کودک جنگجویان داعش از سوریه به تاجیکستان برگردانده شدند. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و سوریه که مسئول برنامه پس آوردن زنان و کودکان است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت از پناهگاه الحول سوریه 104 نفر از جمله 31 زن و 73 نورس به وطن آورده شدند. اکثر این زنان همراه با شوهران خود در سالهای 2014-16 به سوریه و عراق رفته بودند و پس از شکست داعش در سال 2018 آنها در پناهگاه ها نگهداری می شدند. عبدالغفار کمال نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در فرودگاه گفت زنان و کودکان برای تشخیص و طبابت به مکانهای مخصوص برده می شوند. با گفته این نماینده وزارت همراه شهروندان تاجیکستان 5 نفر شهروند قزاقستان هم آورده شدند که به حکومت این کشور سپرده می شوند. ماه ایول سال گذشته 146 زن و کودک تاجیک را از اردوگاه های سوریه به تاجیکستان آورده بودند. این گروه زنان و کودکان را ماه مارس امسال به خانواده هایشان دادند. وزارت تندرستی تاجیکستان گفته است 8 تن از زخمیان ترکش ظرف گاز در بازار ناحیه 5 در حالت وزنین قرار دارند. روز 20 می در یکی از آشخانه های بازار ناحیه 5 ظرف گاز مائع ترکیده بود. وزارت تندرستی در خبرنامه گفته است در این حادثه 28 نفر زخمی شدند. این نهاد خبر داده است که گروه از پزشکان را برای تشخیص و طبابت زخمیان از دوشنبه به ناحیه 5 روان کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سبب ترکش را رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام پر نمودن بالون گاز مائع نامید. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند ظرف گاز کهنه بود و آن را بیش از معیار پر کرده بودند. ترکش ظرف‌های گاز مائع در منزل‌های زیستی ساکنان و ترکش در نقطه‌های سوزشواری بارها در تاجیکستان ثبت شده است. ایران و حکومت طالبان بر سر تقسیم آب دریای هلمند وارد یک بحث کلان شدند. مقامات ایرانی میگویند حکومت طالبان آب دریای هلمند را در داخل افغانستان نگاه داشته حق ایران را نمی‌دهد، اما حکومت طالبان این را رد کرده گفته است کمبودی آب به خاطر خشکسالی است. ولایت‌های سیستان و بلوچستان ایران از آب دریای هلمند استفاده می‌برند که از کوههای افغانستان سرچشمه می‌گیرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته ضمن سفرش به سیستان و بلوچستان از طالبان خواست برای بازدید کارشناسان ایرانی از وضع آب در رودخانه هلمند اجازه دهند. رئیسی با آهنگ تهدیدآمیز گفت اگر نمایندگان آنها کم بودن آب را تصدیق کنند دعوایی ندارند، ولی اگر حقشان پایمال شود حکومت طالبان بعداً گلایه نکند. ایران یکی از کمترین کشورهایی بود که سفارت افغانستان را به اختیار حکومت طالبان داد و با این گروه روابطی نزدیک دارد، اما حال بعضی روزنامه‌های رسمی ایران دادن سفارت به حکومت طالبان را اشتباه خواندند. در هندوستان رهبری ده‌ها هزار شورای دهات را که پایین‌ترین زینه اداره‌کنی دانسته می‌شود زنان به دوش دارند. طبق قانون در این کشور از 3 یک رهبر باید زن باشد. در بعضی ایالت‌ها شماره زنان در وظیفه‌های رهبری تا به 50% رسیده است، اما در اکثر منطقه‌های محافظه‌کار رهبری عائله مردانند. در این باره زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهد. سنگیتا ملیک همیشه با چهره پوشیده از خانه می‌براید. این یک عادت قدیمی زنان دهاتی ایالت هریانه است. او را 7 ماه پیش رئیس شورای دهه انتخاب کردند و با راهنمایی شوهرش کار می‌کند. در اینجا همه تصمیم را مردان می‌گیرند، زنان در کنار آنها می‌ایستند. با وجود آنکه ده‌ها هزار شوراهای دهات را زنان رهبری می‌کنند، سروری خانواده‌ها را در منطقه‌های محافظه‌کار و پدرسالار هندوستان همان مردم به عهده دارند. زندگی سنگیتا ملیک هم با اجرای کارهای خانه محدود می‌شد. بهای آنها نسبت به خود و نقشه‌شان در زندگی خیلی پست بود. آنها فکر می‌کردند که رهبری کار آنها نیست و باید مردان هم دهه و هم عائله را اداره کنند. برای تغییر وضع و بالا بردن نقش زنان و آموختن ملکه‌های رهبری برای آنها در دانشگاه یک برنامه مخصوص راه اندازی کردند.
ما می‌خواهیم به آنها برسانیم که این بسیار نقش پرمسئولیت است و آنها می‌توانند از عهده آن به خوبی برآیند. وقتی آنها خانواده خود را اداره می‌کنند، می‌توانند ده را هم رهبری کنند. در این درس خود تاکید میکنند که باید فکر زنان هم برای رشد ده به نظر گرفته شود و مبلغ‌های جمع آوری شده باید برای حل مشکلات معارف و تندرستی خرج گردد. کشاورزان چند ناحیه در شمال تاجیکستان از کمبود آب شکایت دارند. کشاورزان شهر کانیبادام و ناحیه‌های مسجح و ظفرآباد میگویند برای پرورش زراعت‌ها آب کافی ندارند. مقامات درباره کمبود آب رسما چیزی نگفتند، ولی کشاورزان از آن خف دارند که در صورت برطرف نشدن مشکل آب زراعت‌هایشان خشک می‌شود. یک کشاورز از ناحیه مسجح به رادیوی آزادی گفت اگر تا یک هفته دیگر آب نآید از تربوز کشته‌اش چیزی نمی‌ماند. این همصحبت ما از آن ناراضی است که مقامات ناحیه به شکایت آنها درباره نبودن آب رسیدگی نمی‌کنند. پیشتر گروه از ساکنان شهر پنجکین هم از نرسیدن آب شکایت کرده بودند. بینندگان عزیز، در جای زیست شما تامین آب چگونه است؟ می توانید در این باره به ما نویسید. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیروان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 می را فرا می‌گیرد. از سال 1993 با تشبث سازمان ملل متحد هر 22 می چون روز بین المللی تنوع یا گوناگونی بیولوژی جشن گرفته می شود. زیست شناسان می گویند رشد صنعت، گسترش شهرها و فعالیت بی‌اندیشانه انسان باعث آسیب دیدن و حتی نابود شدن رستنی و عالم وحوش می گردد. این روز به خاطر هشدار از ضرورت حفظ طبیعت و قبول قرارهای به خاطر نگهداری رنگارنگی و امنیت محیط زیست قبول شده است. 22 می سال 2016 در رایپرسی تغییر کانستیتوسیای تاجیکستان 41 تغییر اضافه وارد کرده شد. از جمله شرکت رئیس جمهور امام علی رحمان در انتخابات بعدی نامحدود شد، تشکیل حزب‌های مذهبی منع گردید و پرزیدنت رسما عنوان پیشوای ملت را گرفت. علاوه بر این سن نامزد پرزیدنتی در تاجیکستان از 35 به 30 سال پایین آورده شد که به قول رسانه‌ها راه پسر پرزیدنت رستم امام علی را به مقام ریاست جمهوری هموار کرد. 22 می سال 1942 زادروز ملکه صابرова است که در 39 سال عمرش بالت تاجیک را در اتحاد شوروی و جهان شهرت یار کرد. او نقش اساسی را در معروفترین نمایشنامه‌ها ژیزل، دون کیخوت، کولی قوان، رومئو و جولیت بازیده. سال 1974 هنرپیشه مردمی اتحاد شوروی گردید. بعد ملکه صابرova در تاجیکستان مکتب بالت رشد کرد ولی کسی نتوانست به جایگاه بلندی او رسد. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 136 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1092 سامانه عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. اگر خبر و یا نظری دارید می توانید به ما نویسید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.